ایونت افتتاحیه پلتفرم دیزنی پلاس توی ترکیه برگزار میشه. خب یه سری بازیگرای خاصی اونجا شرکت میکنن. یکی از اونها هاندرچر بوده که قیمت لباسی که پوشیده بوده $870 بوده. از طرفی خب حالا یه سری بازیگرای خاص که توی این ویدیو میبینین اون تو این جشن شرکت میکنن، ولی خب لباساشون استایلشون اصلا مورد پسند قرار نمیگیره و همه میگن که باور کنید تم این جشن بد تیپی و تیپای داغون بوده. اینا چرا تیپاشون اینجوریه؟ هیچ مثلا بگی تیپای خیلی خاصی که مثلا پسندیده بشه نداشته. جان یامانم توی این مراسم شرکت میکنه. جان وقتی وارد میشه به خبرنگار، یکی از خبرنگار اسمش آکیفه، با اون سلام میکنه، اونم به بقیه اشاره میکنه و هیچ کدوم به جان محل نمیدن و باهاش مصاحبه نمیکنه. بعدش هم فرداش هم مینویسن که آره ما به جان محل ندادیم و باهاش مصاحبه نکردیم. از طرفی خب فکر میکردن که جان برای یکی از فیلماش مثلا صحنه‌هاش و اینا توی ترکیه برگزار بشه به ترکیه بیاد، اما اینجوری که مشخص شد جان دیگه کلا نمیخواد به ترکیه برگرده و میخواد همون تو ایتالیا به حرفش ادامه بده. و اون فیلمی هم که اینا راجبش مثلا صحبت کردن همه صحنه‌هاش توی ایتالیا گرفته میشه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. نظرتون راجع به همه استایلایی که تو ویدیو هست بنویسین. دوستتون دارم.